رئیس حفظ محیط زیست ولایت در یک جایگاه با تشکیل جمعیت صفی با دانشجویان کالج طبی ناحیه باباجان غفورov ملاقات نمودند. مقصد از ملاقات معرفی لایحه آینده بدون پلاستیک و مبارزه بر ضد پلاستیک می باشد. این لایحه از ماه مارت این جانب عملی گشته یک ماه دیگر ادامه می یابد. طبق معلومات جهانی در یک سال در جهان 6.3 میلیارد تن پرتوهای پلاستیکی تولید شده است. تنها 9% این حجم دوباره کارکرد گردیده، باز 12% پرتوهای پلاستیکی همچون سوزشواری استفاده شده است. اکثر این پرتوها عادتاً در پرتوگاه‌ها جایگیرانیده، در بدترین حالت آنها به کوچه‌های شهرها، کنار راه‌ها، دریاها یا بحرها پرتافته می‌شوند. تشکیل جمعیت صفی شروع از ماه مارت در یک جایگاه با رئیس حفظ محیط زیست و تشکیل جمعیت گروه جوانان عاید به محیط اطراف لایحه آینده بدون پلاستیک را راه‌اندازی کرده است. این لایحه از جانب سازمان ملی متحد دستگیری می‌یابد. عین حال این لایحه را در 3 شهر ناحیه ولایت سوغد، استرافشان، خوجند و ناحیه باباجان غفورov به ساکنان معرفی می‌کنند. مقصد اساسی لایحه این план бардоштани маърифати экологии шаҳрвандон оиди он проблемаҳое ки ҳозир пластикаю полиэтиленҳо оварда мерасонад мебошад ва инчунин дар оянда иваз намудани истифодабарии халтаҳои полиэтиленӣ ба халтаҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза, яъне ки халтаҳои коғазӣ ва халтаҳои матоӣ мебошад. 70,000 халтаҳои коғазӣ ва 10,000 халтаҳои аз мато сохташуда бояд ки барои аҳолӣ ва барои мизоҷон ройгон дастрас намояд. از طرف تشکیل جمعیت گروه جوانان عاید به محیط اطراف 1000 عدد خلطه‌های کاغذی و 500 خلطه از متا آماده شده را که از جهت اکولوژی تازه می باشد به ساکنان ناحیه باباجان غفورov رایگان تقسیم کرده شد. این تشبث مسئولیت شناسی شهروندان را بلند کرده برای تازه نگاه داشتن محیط زیست وادار می کند. البته این زیاد شود بهتر برای آنکه همه خلق ما و امین کدام آدمی که همین تشکیلی کرده است بسیار منتداری هم مگزین برای ما خود 10 درم 15 درم میدارد که برای همین این بهتر نمی برای ما. البته همین زیاد شود همین با کاروی همین تشکیلی ها بسیار تر شود. رحمت. مقصد تشکیل چاره‌بینی بلند برداشتن معرفتی اکولوژی شهروندان و عوض نمودن خلطه‌های پلی‌اتیلنی به خلطه‌های کاغذی و از متا آماده شده میباشد. زیرا این نمود لوازمات پرتویی نیز خود طبیعی و از جهت اکولوژی تازه بوده و سلامتی انسان به ضرر است. گزارش نصیب جان ابریف و نیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.